أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از گناهان کبیره این ندادن زکات در حالی که مال انسان ثروتش به نصاب میرسد. الله میگوید: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وهو خير لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه. الله میگوید هرگز مپندار کسانی که آن مالی که ما به آنها داده ایم بخل میورزند و برای ندادن آنها نپرداختن زکاتشان برای آنها خیر نیست. این طور نپندار، بلکه برای آنها بد است و این مال و ثروت را به گردنشان طوق کرده می شود در روز قیامت. الله میگوید: وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. الله کسی که زکات نمیدهد او را مشرک خوانده است. ویل وادی است در جهنم که چرک فسادی دوزخیان به شخصی مانع زکات میریزد. الله میگوید: والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. الله میگوید کسانی که مالشان را کنز قرار میدهند از طلا و روی نقره و این در راه الله انفاق نمی کنند، آنها را بشارت به عذاب دردناک بده که آن روز با این مالی که گنج همچون قرار دادند و در خانهشان ذخیره کردند، انفاق نکردند، زکات ندادند، با این مالشان پیشانی و پشتی پهلوی آنها را سوزانیده می شود. گفته می شود که این همان مالی است که شمایان ذخیره کردید و زکات ندادید، پس شما عذابی دردناک را بچشید. پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث میگویند که به هر کسی که الله مال عطا فرموده باشد، اگر زکات او را ندهد، این زکاتش یک ماری افعیه که بدترین مار می باشد تبدیل می شود. مال و ثروتش در روز قیامت به چنین ماری بزرگ تبدیل می شود و به گردنش پیچانده می شود و او را بوغی می کند و این مار با یک طرف دهانش او را می گزد، می گوید که انا مالک انا کنزک، من همان مالی که ذخیره کردی، من همان هستم. او را از بوغی می کند. و اینچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند که اگر همان ثروتمندهایی که ما زکات مالشان را نمی پردازند، الله به سبب مانع زکاتشان باران را منع می کند. الله رزق همه بندگان را می دهد، اما بعضی رزق ها را بر بعضی شخص های معین می دهد که بر دیگرها بدهد. ای ثروتمندهایی که شما ثروتمند هستید و این مال شما نیست، نصیب دیگرها هست، شاید باید شما بدهید. این است درباره کسانی که مانع زکات مال شدن، جزایشان چنین می باشد، باید بترسند و زکات مالشان را پرداخت بکنند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.